اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی آله الطاهرین. اما بعد فاوصیکم عباد الله و نفسی بتقوى الله و اتباع امره و نهیه. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا و انه هو الغفور الرحیم. صدق الله العلی العظیم. نفس خودم و همه نمازگزاران عزیز و گرامی اعم از برادران و خواهران را توصیه به تقوای الهی و تقرب الی الله می نمایم و بعد در اطراف آیه از کلام وحی ان شاء الله خطبه اول را اختصاص می دهم و او را ترجمه و معنا می کنم. و مقدمتا عرض بکنم که یکی از گناهان کبیره و یکی از گناهانی که خیلی بزرگ است عبارت است از یأسی از رحمت الهی و ناامیدی از رحمت خدا. ناامید شدن از رحمت پروردگار عالم گناهش برابر با گناه شرک و کفر است. آنی که مشرک به خداست کفر به خدا ورزیدند و گناه کسی که مایوس و ناامید از رحمت الهی است گناهشان مساوی و برابر است. خداوند عالم خطاب پیغمبرش که رحمت للعالمین است می‌فرماید: ای رسول برگزیده من برو به این امتانت و این بندگان من بگو لا تقنطوا من رحمت الله. ممکن است بعضی اوقات دچار اسراف‌ها و زیاده‌روی‌ها در اثر غرایز و تمایلات درونی خود شوید، ولی لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همانا من بخشنده ام، هر چه که در نامه عمل دارید همه را میتوانم ببخشم. و از نظر علمی و اعتقادی هم این مسئله قابل اثباته. گناه انسان به هر اندازه بزرگ باشد باز هم چون مخلوق است محدود است و خدای حکیم و رحمتش نامحدود همیشه محیط بر محدود است. آنی که نامحدود است میتواند همه را ببخشد و همه را مورد عفو قرار بده. که در این رابطه به دو حدیث از وجود مبارک یکی از صادقین علیهم السلام که از حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام نقل می‌فرمایند به محضر عزیزان صحبت داشته باشند. حضرت داوود علیه السلام در هنگام مناجات با خدایش خدای حکیم را با اسامی گوناگون یاد کرد. صدا زد یا غیاث المستغیثین، جواب آمد لبیک بنده ام. بار دیگر فریاد زد یا اله العالمین، در جواب حضرت داوود گفته شد لبیک بنده ام. یا خالق جمیع المخلوق، خطاب آمد لبیک بنده ام. گفت تا به اینجا رسید حضرت داوود صدا زد یا رب العاصیین و المذنبین، ای خدای گناهکاران و عاصیین. در جواب حضرت داوود گفته شد لبیک بنده ام. وقتی که ماجرا به اینجا میرسد حضرت داوود با تعجبی که در اندرونش پیدا شده بود عرض کرد بار الها دلیل این مسئله چیست که تو را به هر نامی که یاد کردن یک مرتبه لبیک گفتی، ولی وقتی که به نام پروردگار عاصیان و گناهکاران یاد کردم 2 مرتبه لبیک گفتی. پروردگار عالم در جواب حضرت داوود خطاب کرد فرمود ای داوود، اینجا نکته و سرش در این است: در میان مردم بی‌کس‌ترین و خارترین و غریبترین انسانهای گناهکار است. آنی که گناهکار و معصیتکار است از هر نظر افتاده است. از نظر اقارب و خویشاوندان افتاده است، از نظر دوستان افتاده است، از نظر رفقا افتاده است، از نظر شرکا افتاده است. پس بیکس و تنها مانده. اگر این گناهکار یک مرتبه به خود آید و خطاب به طرف من کند و صدا بزند پروردگار را بد کردم و به سوی تو آمدم، من اگر در جواب او 2 مرتبه لبیک نگویم نمیشه.
یک لبیک برای بنده نوازی من و یک لبیک هم به خاطر بیکسی این آدم بیکس و تنها مانده که به جز من کسی را ندارد به خاطر اوست. پس برای گناهکاران بشارت بده که اونها وقتی که صدا بزنن به جای یک مرتبه لبیک 2 مرتبه لبیک در مقابل اونها میگوید. و همچنین روایت دیگری هم از امام علیه السلام نقل شده که باز هم از حضرت داوود علیه السلام حضرت داوود در هنگام مجاجاتش با خدای حکیم فرمود بار الله این مردمی که با این همه مشکلات در زندگی خود هستند، شیطان و ابلیس از یک طرف، هواها و هوسهای درونی از طرف دیگر غوغا میکند، این بندگانت گرفتار معصیت و گناه میشوند، اگر روی به طرف تو بیاورند سرنوشت اینها به کجاست؟ خدای حکیم در جواب حضرت داوود علیه السلام فرمود بندم وقتی که گناهکاران به سوی من میآید اولین سخن من اینه که سلام خود را بر آنها نثار میکنم، میگویم سلام من بر شما که بعد از یاغی شدن دوباره به سوی من برگشتید. علاوه بر این من از تمام گناهان آنها صرف نظر کرده و چشم پوشی میکنم، همه را مورد عفو قرار میدم. از این بالاتر اون گناهانی که در نامه عمل گناهکاران نوشته شده همه را پاک میکنم. گو چرا پاک میکنی؟ برای این که این نامه عمل دارای 2 خاصیت است. از یک طرف این نامه عمل در دست ملائک مقرب به نام عتید و رقیب قرار دارد. هر زمانی که نظر ملائکت به گناهی که در نامه عمل گناهکاران نوشته شده بیفتد او متأثر می شود و نفرینی بر گناهکاران میکند. این گناه را از نامه عمل توبه کننده پاک میکنم تا نظر ملائکت به گناه این بنده من نیفتد. و از طرف دیگر در هر عصر و در هر زمان نامه عمل بندگان من در روزهای پنجشنبه در پیش پیغمبر و امامان معصوم می رود. هر روز پنجشنبه این نامه عمل در پیش امام معصوم می روند. وقتی که نظر او در اینجا می افتد او ناراحت می شود. برای اینکه دل او تسکین باشد و ناراحت نشود گناه را از نامه عمل گناهکاران پاک میکنند تا خاطر او آسوده باشد، در عالم معنا آبروی این گناهکاران در پیش امام معصومشان هم نرود. و همچنین خدای عالم فرموده داوود بالاتری از این در مقابل توبه بنده هم در جای گناهش حسنات نوشته میکنم، او را در جوار رحمت خود راه میدم. اینها همه اشاره بر اینه که خداوند عالم فرمود لا تقنطوا، بنده من از رحمت من هیچ وقت ناامید نشو. هر چی هست بیا، توبه شکست بیا، گبر و بت پرستی هر چی هست بالاخره بیا. این درگاه ناامیدی نیست. ولی نکته دیگری که در این رابطه باید عرض بکنم، انسانی که گناهکار است به سوی خدا باز میگردد بازگشتش بازگشتی واقعی باشه، توبهش توبه راستی باشه، نه اینکه یک زمان توبه کند شب باز هم دچار معصیت، شب توبه کند روز گرفتار خطا و جنایت، هر دم توبه کند و باز توبه شکنی کند. که در روایت آمده آن کسی که توبه میکند و سر توبه باز هم دست از خیانت و جنایتش بر نمیدارد، این در حقیقت خدا را استهزا میکند، استهزایی به خداوند عالم کرده است. که در رابطه به استهزا یک روایت دیگری هم نقل بکنم مطلب حل شد. در روایت آمده انسانی که در بنده خدا توهین و اهانت و استهزا کند، در روز قیامت این بنده استهزا کننده وقتی که حشر می شود در پیشانیش نوشته شده هذا آیه من رحمت الله. بنده‌ای که در دنیا سر و کارش با تمسخر کردن و استهزا کردن و رشقن زدن است، این آدم در روز قیامت وقتی محشور میشه که در پیشانیش نوشته شده که این آدم از رحمت خدا ناامید است، از رحمت خدا این آدم دوره. کسی که در حق بندگان خدا استهزا و تمسخر میکنند جزایشان اونه، اوی که با خدا شوخی میکند، اونی که خدا را به استهزا میگیرد دیگه پناه میبریم به ذات اقدس الهی. پس کسی که توبه میکند و باز توبه شکنی میکند، توبه میکند و باز توبه شکنی میکند، این آدم در روز قیامت از جمله انسان‌هایند که از رحمت خدا ذره‌ای بهره ندارد. پس خدای حکیم که میفرماید توبه کنید به سوی من باز آیید، این توبه راستی و دل و توبه واقعی باید باشه. که وقتی که توبه واقعی شد، اون سخنان و مکالماتی که در بین خدا و حضرت داوود علیه السلام پیش آمد به مرحله وقوع و تحقق پیدا میکنه. امیدوارم خداوند عالم
به برکت نماز جمعه و نمازگزاری واقعی روز جمعه حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق توبه واقعی را تا هنگامه مرگ برای فرد ما و شما نصیب بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. غفر الله لنا ولكم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.